هر لحظه را که عبث تیر کرده باشی دو بسیار زیاد پریشان میباشی. امیرالمومنین عمر رضی الله عنه دوست جوانا میگه از این جوان هیچ خوشم نمیاد که ببینمش که بیکار است، همت بیکار است، نه در کار دین مصروف است نه در کار دنیا، وقت کشته رئیس، وقت ضایع کرده رئیس. ما از این جوان بیکار بسیار بدم میاد. امیرالمومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگه وای به حال کسی که این وقت ضایع نه در عبثیات مصرف میکنه، موسیقی میشنوه، چتیات گوش میکنه، چتیات مشاهده میکنه، مسخره بازی مشاهده میکنه، خنده مشاهده میکنه. میگن خنده چی میکنه؟ دل زنده میکنه. یک تا بسیار میخندید می تلویزیون مرد قلبش استاد. خنده دل میمیرانه، خنده نگاه میکنه. این الله جل لغو میگه و اذا مروا باللغو مروا کراما. از صفات مؤمنین چی است؟ که از پیش لغو عمت بسیار محترمانه تیر میشن، دو مصروف نمیشن. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. اگر لغو بشنون از او روی میگردانن، لغو را گوش نمیدن. کسایی که لغو میکنه اونا رو دعوت میکنه که بیا در لغو کتمان بشیم و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. میگه برید شما را کارتان ما را کار ما، این کار مسخره شما بکتان نیست. 5 چیز پیش از 5 چیز غنیمت بشمار. شبابک قبل هرمک، جوانیت قبل از پیری، صحتک قبل سقمک، صحت قبل از بیماریت، فراغک قبل شغلک، بیکاریت قبل از مصروفیتت، و غناک قبل فقر. و این غنی بودنت، مالدار بودنت پیش که فقیر شوی باز دنبال رزق و روزی گم شوی. و از همه که در حیاتک قبل موتک، زندگی را پیش از مرگ غنیمت بشمار. از این لحظات استفاده بکو. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه نعمتان، 2 نعمت است، 2 نعمت است. وقت بیکاری نعمت است، مغبون فیهما کثیر من الناس. بسیار مردم دهی تاوان میکنه در 2 نعمت. این چی است؟ از صحت و جان جور. جان جور تاج است در سر انسانهای سالم که جز انسانهای مریض او را نمیبینن. شفاخانه که رفتی اونا تاج در سر تو میبینن ولی خودت او تاج نمیبینی. و نعمت دیگه چی؟ نعمت بیکاری. وقتی که داری از این وقت استفاده شود. وقتهای ما را در عبادت سپری کنیم، در ذکر. هیچ ذکر یاد خدا بیکار نشی. زبان تا مصروف کو، زبان مصروف باشه. و مثلا میگه حب الکلام الله 4. 4 تا گپ خدا بسیار دوست داره. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله هر چقدر دلت شد. باز بگو الحمدلله الحمدلله الحمدلله. متو باز لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا. باز بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر. و مثلا میگه لا یضرک بیهن بدت. هر کدامش که هر کدامش شروع کنی مشکل نیست. یعنی الله اله الا اول میگی، سبحان الله اول میگی، الله اکبر اول میگی، هیچ مشکل نیست. به ترتیب گفته باش.